با سلام و احترام، سید محمد طبسی هستم، مدرس دانشگاه. جلسه پنجم شروع می‌کنیم. تا الان توضیح دادیم که چجوری شکل طراحی کنیم، بعد که در مورد طراحی شکل گفتیم حتی اگر یه الگو آوردید موزیک قرار دادین چطوری میتونید اجراش کنید و ضروری بود که حتما تو پنجره لایه‌ای که تصویر اومده رو لاک کنید و اجرا کنید. میخوام در مورد اینکه اگر شکل رو ترسیم کردیم، مثلا فرض کنید این مربع رو من اینجا ترسیم میکنم، حالا رنگش هم سبز قرار میدم، حالا دور خط هم میتونم بهش بدم، یه دور خط مشکی براش در نظر بگیرم با یه ضخامت مشخصی، البته ضخامت مثلا 2 یا هر چی که بهتر ببینیم. اگر شکل رو ترسیم کردیم چطوری میتونیم شکلمون کوچیک و بزرگ کنیم، تغییر بدیم. این ابزاری که با ابزار سلکشن، ابزار ابتداییمون هست، میتونید شما شکل از این گوشه بگیرید کوچیک و بزرگ کنید. اگرم که شیفت رو نگه ندارید متناسب کوچیک و بزرگ نمیشه، ولی اگه شیفت رو نگه دارید متناسب کوچیک و بزرگ، یا روتیشن از این گوشه میتونید انجام بدید. ولی ما ابزار خودش رو داریم، یعنی ابزار اسکیل کمک میکنه به شما که شکلتون کوچیک بزرگ کنید. ابزار اسکیل از اینجا میتونید پیدا کنید. اگر هم نبود بگردید تو اینجا قسمت ادیت تول بار، اگه کلیک کنید تمام آل تولز رو میاره برای شما، تمام ابزارا رو برای شما میاره. شما میتونید کلیک کنید و پیدا کنید ابزاری که میخواین توی باش کار کنید. خب من الان اینجا دارمش، نیازی ندارم، پس به این صفحه میام اینجا و حالا در این مرحله شروع میکنم به کار کردن با من میخوام درصدی اعداد این کار انجام بدم. پس شکلمو انتخاب میکنم، بعد از که شکلمو انتخاب کردم میام اینجا روی اسکیل کلیک میکنم، دابل کلیک میکنم و عدد درصدی که اینجا هست اگر من بزنم فرضاً 200%، خب شکل من اوکی کنم 2 برابر میشه. کنترل زد میزنم. اگر بزنم مثلا 50% یا مثلا 30%، خب شکل کوچیک‌تر میشه. 25% الان بزنم شکل 1/4 میشه. اوکی میکنم، ببینید شکلم خیلی کوچیک شد. بنابراین شما با درصدی که اینجا مشخص میکنید میتونید حتی درصد از طول یا عرض، اینجا طول و عرض رو با هم دیگه تغییر میده، اینجا میتونید به صورت افقی یا عمودی جدا تغییر بدید. یه نکته مهمتری که هست، شما میتونید مثلا من این الان بگم 90%، یعنی یه ذره کوچیک‌تر بشه. 90% اوکی میکنم. اوکی که بزنم شکلم کوچیک میشه. اما اگر به غیر از اوکی، یعنی من اینجا که هستم عدد 90 رو فعال کنم براش و گزینه کپی رو بزنم، شکل اصلی رو نگه میداره و یک کپی از این برای من کوچیک‌ترش رو به صورت 90% اجرا میکنه. خب الان این شکل اصلیمه و یک کپی ایجاد کرد. پس بنابراین فراموش نکنید اگر خواستید که کپیشو داشته باشید کفایت میکنه وقتی که دارید اسکیل رو میزنید اینجا اگه عدد مثلا 85 یه ذره کوچیک‌تر بشه و کپی رو من بزنم یه دونه کپی شد. حالا یه شورتکاتی توی نرم افزار ایلستریتور هست که شما اگر از اون استفاده کنید باعث میشه که آخرین ترانسفورمی رو که اجرا کردیم به این حالت میگیم ترانسفورم، به روتیشن و پوزیشن و ارزم به حضور شما اسکیل میگیم ترانسفورم کردن. آخرین ترانسفورمی که اجرا کردید رو برای شما تکرار میکنه. دکمه کنترل دی، من دکمه کنترل دی رو صفحه کلیک بزنم ببینید دوباره از اون شکل دومیه اومد 85% کم کرد و کوچیک‌تر، همینجوری به ترتیب تا این فرمو برای ما به وجود آورد. بنابراین شما وقتی که دارید یک کاری رو انجام میدید، اسکیل رو انجام میدید، میتونید با کنترل دی تکرارش کنید و به یک شکل جدیدی برسید. خب من اینا رو پاک کنم، برم یه شکلی دوباره ترسیم کنم. به غیر از این میتونم روتیشن هم داشته باشم. من میام روی روتیشن، یعنی قبل از اینکه این کارا رو انجام بدم اولی شکلی ترسیم کنم، این شکل رو ترسیم میکنم و میام سراغ ابزار اول شکلمو کامل سلکت میکنم، شکل سلکت میشه و دقت کنید اگر که رنگ داخلی نداشته باشید شما هر چقدر اینجا کلیک کنید شکل سلکت نمیشه چون هیچ رنگی نداره، باید حتما رو خود دورخط کلیک کنید تا شکلتون رو سلکت کنید. اما اگه رنگ داشته باشید دیگه نیازی نیست که حتما رو خود دورخط کلیک کنید، داخل شکلم اگه کلیک کنید شکلتون کلیک میشه و میتونید انتخابش کنید. خب ابزار روتیشن انتخاب میکنم، زیر مجموعه همون ابزار اسکیل یا ابزاری هست به اسم ابزار روتیشن، من انتخابش میکنم. حالا ممکنه جای این ابزارها متفاوت باشه برای شما ولی میتونید از همون گزینه ادیت ارزم بزرگ شما ادیت تولز تول بار استفاده کنید و همه اینا رو بیارید. پس اگر که اون ابزارتون پیدا نکردید میتونید از این گوشه بیاریدش. خب حالا من روتیشن انتخاب میکنم و اینجا جالبه که رو روتیشن که دوبار کلیک میکنم یه باکسی باز میشه میگه که مثلا اینقدر بچرخونه. میبینید اگه این تیپ که پریویو فعال باشه به ما نشون میده، اگه تیپ پریویو نباشه به ما نشون نمیده چه اتفاقی میفته. خب اینقدر بچرخه یا چه میزانی من تیپ پریویو رو فعال کنم، میگم صفر، دوباره برمیگردم حالت نورمال صفر و اینجا میبینید که هیچ اتفاقی نیفتاده. خب اگه من بگم 10 درجه بچرخه، 10 درجه بچرخه، ببینید میذارم 15 درجه و کپی رو میزنم برای شما. کپی میزنم این شکل رو هم برای من میچرخونتش هم برای من یک کپی ازش میگیره. من اگه حالا جالب اینه که اگه کنترل دی رو بزنم این کارو تکرار میکنه برای من، این کارو برای من تکرار میکنه. فقط یه مسئله هست، الان شکلی که داره میچرخه یا شکل قبلنی که
اسکیل شد برای ما، از نقطه ثقلش، یعنی از این نقطه این کار براش اتفاق میفته. بنابراین الان مسئله ما اینه که این شکلی که داره اینجا میچرخه از نقطه ثقل براش این اتفاق میفته. خب من اگر بیام و شکل رو پاک کنم کلا دوباره